السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، بسیاری در کامنتری می نویسن که دم بره پرو را گرفتگی و دم بره پرو گرفتگی پرو دم ندارن. برادران یعنی برادران بسیاری اکم مقصد که برادر قطعی مونه. شاید که مثال بگیم یا ما یا دو ماه چند که در روسیه باشه مثال قطعی مونه، با حساب برادر همکار قطعی مون همکاری میکنه. یعنی شاید که همین خیلی درستر باشه. هم خیلی مثلا بعضی فکر میکنن که ما یه را مثلا که طلب کردیم چیسته برای رکلام، نه، برادر رو برای قطعی مونه. و چی گفتنی هستم که مثلا که کامنتری بد ننویسین، اگر بتونین در حقشون دعای خیر کنین برای هدایت از جانب الله. الله سبحانه و تعالی میفرماید که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. آنه که شما بخواین هدایت بیان آن هدایت نمیاد، نه که هر کسی که الله سبحانه و تعالی هدایت بده همان هدایت میاد. دست ما یگان کار نمیاد، ما فقط میتوانیم که سبب کنیم. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اهل اصحابش به طرف اندونزیا و مالزیا به اون طرفا یعنی تجارت میرفتن صحابه، اخلاق و آداب همونها اسلام قبول کردن. یعنی اگر که ما و شما را آداب و اخلاق خود رو نشون بدیم، در بین کافرها باشه، در بین گفتی که با منافقا باشه و یبرا باشه، آداب و اخلاق اسلام اگر نشون بدیم ان شاء الله که مسلمانان زیاد میشن، یعنی اسلام را قبول میکنن. اگر هر یک کدام ما و شما در هر یک خطایی جنگ جنجال رو بگیریم، دشنام کنیم، عقارات کنیم، گبای قبیح بگیم، انسان رو میگردن میگن اوی اسلام شما همیه. الله میگه در قرآن که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. شما الله میگه با سوی پروردگار خود به حکمت دعوت کنین، با موعظه حسنه، با گفتگوی خوب، یعنی معامله خوب، تا اینکه انسان قولت را قبول کنه و گوش کنه و عملهای نیکی را ببینه. خب دوستان عزیز، الله نگهبانتان باشه. این حال در کارخانه ما به خاطر ماه شریف رمضان عکس رفته است. شروع میکنیم اهمی قرآن ها. این قرآن های عادی عربی 500 روبل. خب زرده کسی که میتونه میخونه نیش، یعنی 500 روبل. کسی که چی قدر که میتونه بخونه چشمش نمیزنه. و قرآن های 7 رنگه بسیاریاتون سراغ میکردیم. نه چند رنگه بسیاریاتون سراغ میکردیم. این 750 روبل. خب چند نواش هست، مثل بگیم سیاهش، سوزش، سرخش، یعنی ابلوشکش. خب 500 سوم، 750 سوم. و میگذاریم با قرآن های کلان. این یا هستن و هستن قرآن های الکترونی. کسانی که قرآن های روچکگی میگفتن برای توفه، برای ماه شریف رمضان به اون کسی اگر بخواین توفه کنین، یعنی این یا هم عکس رفته سهازه. در اینجا کتاب تجوید داره، ببینید که چند تا کتاب تجوید هست. 1 2 3 4 5 کتاب داره. یک فهمویش همین اینستروکسیون همین پلوس یک قرآن کریم و زریادنیک و نوشنیک و برای زریاد موندن و روچکش آبشی همه همی حضرتو 3,500 روبل. این هسته با هسته اینی خیلیش، اینیش هم 3,500 روبل به خاطر ماه شریف رمضان. قرآن کلان میگفتن، قرآن کلان هم هستن و هسته همینه 4,500ش. اینه ها قرآنش نسبت قرآنی وای کلانه. خب چند تا کتاب داره، روچکش زلاتیستی. خب اینجا کتابو 3 کتاب داره. نوشنیک هم داره، یعنی زرنیک هم داره و اینی زرنیک اورجینال الله اعلم نیرم هسته. خلاص گپ آبش همین با قرآنش با همش 4,500 روبل. خب اینه ایش هم 3,500 روبل. 3,500 میده که اینیه. عرضش نیست، این کلانتره. اینیش این حال عکس رفته 4,000 روبل. به خاطر که اینی قلبوغاکش بگیم کاغذیه، ایش بگیم ژلزنی بوده وایده از همون خاطر. خب دوستان عزیز، با میگذارم در قسمی ماشینکایی که بدن در ما. این حال عکس رفته است برای انسانانی که ریش تراشی میکنن. 700 روبل. کلان های ماشینکای خوبن
میتونین که بیاین به خاطر ماه شریف رمضان برای سرپسکنی موی سرتراشی، یعنی چند نسکه داره با میتونین که انشالله 700 روبل خریداری کنیم. با هسته این ایش 800 روبل زریعت چنشون میده، تایپسی زریعت میگیره، безпроводной مثل که با کار میکنه. اینه ایشم 800 روبل. این برای полностью кантовка оригинальный برای фирма Dalin یعنی کار میکنیم. ایش 800 روبل. با هسته رنگی بگیم تلفن برای استفادهش میبری. دو زریعت داره، دو سکارش داره. به نهایت بگیم اپراتچک شروع که رنگی تلفن های خب بالا اکیش. بسم الله. اینه ها مایدک چوتکه یک میجه با توربو منجد، یعنی سکارشش بلند میشه. این 800 روبل برادران عزیز برای خریداری کردن با واسطه بگیم پشت کتی با تمام شهرهای روسیه روان کرده میشه. میشه که 10 نفر یعنی ما هیجوما بیایا یا تایما بگیرم تو خوش کنم. بله کسی که هیجوما بیایا اینامی ما 8000 ده 10 تاشا میگیرم. کدام یعنی ما هیجوما میکنه توفا یا تا همون که توفا میگیره خوزان یا خوما. با هسته این خیلیش دیدم به نهایت خوبه. یه اسکوریز داره 800 روبل. مایده که چوتکه برای کانتوفکای ریش سلیمش میکنیم. زریعت تایپسی زریعت میگیره. زریعت چنشو میده، چند خیلی زریعت مودگیه 100% زریعت های بگیم اریگینال یعنی همه اینو میتونیم که انشاءالله که زنگ بزنین و سراغای ما رو بیاین و گفتن همونه اینا رو انشاءالله با قریبی هم در پیتر پیدا کرده میشه و هم در مسکو هم در مترو لوبلینا. هم خودی میتونین که زنگ بزنین و سراغای ما رو بیاین. عین حال اینا وجود دارن هم در مترو لوبلینا و هم در مترو شالکوفسکی. میتونین که انشاءالله با جام کل ما رو بیاین. رقم ها روی اکران. در امان خدا باشین، با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رکلام میخوام بکنم قاری جان بخشیش. نه بیام بگیرم بیشو جامون رو داخل داره برای انسانان سیگاریت کش نه؟ نه من کوشش کنم بیام بگیرین فایده‌تون داره. این رکلام شخصی رکلامه ده بگیم چیزی که ما ماشین که خیلی استفاده برای چیزی که استفاده برای من شما گفتم مثال سکی خیلی استعمال کمی میخواه و دخیات بسیاری. بله انشالله یعنی بسیاری چیزا در ویترین هستن، بسیاری نبروردگی نیستیم. میتونیم که انشالله با سراغای ما رو بیاین. بسیاری چیزا هستن الحمدلله، فقط میتونیم که با جام کل ما رو بیاین و خریداری کنین. و در امان الله باشین. السلام علیکم.